بابا خدافظ. با چی میری؟ با اسنپ. پولا رو چرا خرج الکی در راه رفت آمد میکنه؟ من دارم میرم دیگه. من عجله دارم. عجله چه؟ من دارم میرم الان آمادم. میخوام میوه بخرم تازه. جورابای من کو چرا دست به وسیله های من میده جا به جا پیدا شد. شلوار من کجاست بابا؟ اینقدر وسیله های من جا به جا نکنید. بیا دیگه. اومدم اگه وسایل منو نذارن هی همه جا. بابا چرا نمیای؟ داری اومدم من پامو چرب کنم الان میام. چرا باید هم جورابامو روش بپوشم خب پام خشکی میزنه. اومدم چند من برم با اسنپ. ما پول لدر نده. اگه لف خیرس اومدم تموم شد. بابا حیف این کرمای روش بود. شد دیگه خیلی نرم شد. حیف این کرما هنوز کرم داره. دستاتو بیار. حیفه یعنی کرم داره. نمیخوام. بابا الان چرا نشستی بابا؟ اول میرم میوه رو بگیرم. این رادیوارم منو باید برسونی. کار دیگه هم باید چند ساعت ماشینه رو برسون اول. جیغ جیغ نکن. بابا عینکمو ندیدی تو؟ چشمته. آها وایسا. این کتمون چرا نیوردم؟ بابا کوچ نمیخوای؟ هوا خوبه بیا. یا ببین چقدر قور زدی. خیلی وقتش دادی. 2 دقیقه شد چقدر قور زدی. یعنی اینقدر تو قور زدی. کجا میری بابا؟ دستشویی من الان میام. 1 دقیقه است. کجا 1 دقیقه؟ بابا ساجده بیا این آشغالا رو بذار برای همین کوچه بذار. دیر شده بابا دیگه. برو این آشغالا رو بذار بیاد. باش تو داری چی کار؟ تموم شد. تکم اینجا دیدش بد بود. بریم کدوم دوسته؟ دوستم دیگه. پارسا یا پریسا؟ بابا ساجده بریم من دوستاتو ببینم. چی؟ بساتی داری؟ رفیقشم باشون بریم. خب کجا میخواستی بریم؟ بابا 10 بار آدرسو گفتم. آقای غلامی همسایه. بابا ول سلام کنم. آقا ارادت بفرمایید داخل منزل. بفرمایید.